به نام خدا. امیدوارم هر کجای این گیتی که صدای مرا میشنوید حالتان خوب باشه. هم داستانی براتان تعریف کنم، امیدوارم خوشتان بیاد. قصابی بود که هنگام کار با ساطور دستش را برید و خون زیادی از زخمش میچکید. همسایه ها جمع شدند و او را نزد حکیم باشی که دکتر شهرشان بود بردند. حکیم باشی بعد از ضد عفونی خواست زخمان را ببندد که متوجه شد لای زخم قصاب استخوان کوچکی مانده است. خواست آن را بیرون بکشد، اما پشیمان شد و با همان حال زخم را بست و به او گفت زخمت خیلی عمیق است و باید یک روز در میان نزد من بیایی تا زخمت را پانسمان کنم. از آن روز به بعد قصاب هر روز مقداری گوشت با خود می برد و با مبلغی به حکیم باشی می داد و حکیم همان کار همیشگی را تکرار می کرد، اما زخم قصاب خوب نشد که نشد. مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه روزی حکیم برای مداوای بیماری از شهر خارج شد. چند روزی به سفر رفت و از آنجایی که پسرش طبابت را از او یاد گرفته بود، به جای پدر او بیماران را مداوا می کرد. آن روز هم طبق معمول همیشه قصاب نزد حکیم رفت و حکیم باشی دست او را مداوا کرد و پس از ضد عفونی کردن متوجه شد استخوان لای زخم شده و آن را بیرون کشید و زخم را بست. به قصاب گفت به زودی زخمت بهبود پیدا می کند. 2 روز بعد قصاب خوشحال نزد پسر حکیم آمد و به او گفت تو بهتر از پدرت مداوا می کنی. زخم من امروز بهتر است. پسر حکیم هم بار دیگر زخم را ضد عفونی کرده و بس و به قصاب گفت از فردا نیازی نیست که نزد من بیایی. چند روزی میگذشت و حکیم از سفر برگشت. وقتی همسرش سفره را پهن کرد، حکیم متوجه شد که غذایش گوشت ندارد و فقط بادمجان و کدو در آن است. با تعجب گفت این غذا چرا گوشت نداره؟ همسرش گفت تو که رفتی پسرمان گوشت نخریده. حکیم با تعجب از پسر سوال کرد مگر قصاب نزد تو نیامده؟ پسر حکیم با خوشحالی گفت چرا پدر، آمد و من زخمش را بستم و استخوانی که لای آن مانده بود را بیرون کشیدم. مطمئن باشید که کارم را خوب انجام دادم. حکیم آهی کشید و به روی دستش زد و گفت از قدیم گفتند نکرده کار نبر به کار. پس به همین دلیل غذای امشب ما گوش نداره. من خودم استخوان را از لای زخم بیرون نکردم بودم تا قصاب هر روز نزد من آمده و مقداری گوشت برایمان بیاورد. حالا حکایت جماعتی است که همیشه استخوان لای گوششان است و عده‌ای از این زخم به تجارت و کسب و کار پرداختند. امیدوارم خوشتان بیاد. منو لایک کنید. خدا نگهدار.